اینجا تاریکه نه؟ دقیقا مثل همون تاریکی که وقتی میخوای یه کاری رو شروع کنی کل مغزتو میپوشونه. اومدم بهت بگم که حتی انسانهای نخستین تو تاریک ترین غارهاشونم درخشانتر از ما فکر میکردم. امروز اومدم این توهم رو بشکنم که قراره انگیزه از آسمون بیاد. بابا اینا همش یه مش حرف قلمبه سلمبه است که ما رو تو رویای شیرینمون نگه دارن. در واقع انگیزه اون آتیشی که ما با سنگ اراده‌مون باید روشنش بکنیم. ایشون جناب آقای اوک هستن و امروز قراره بدون لاپوشونی یه حقیقت تلخ و یک دروغ خیلی بزرگ رو افشاگری کنم برامون. میگن انگیزه اول کار میاد. آره جون عمت. اوگ میگه اگه قرار واسه انجام هر کاری منتظر اون حس عالی باشی تا ابد پشت گوش میندازیش. اون انگیزه درخشان حس عالی بعد از شروع میاد نه قبلش. اصلا بیاید یه جوری دیگه براتون مثال بزنم. درون هر انسانی یه غار خالی وجود داره. بعضیا اونو با ترساشون پر میکنن ولی تو میتونی با آتیش انگیزت روشن نگهش داری. در اصل جنس غار تو از سنگ نیست، از ترسات ساخته شده و تنها یه چیز میتونه اونو خراب کنه و اونم تیزترین نیزه دنیا یعنی اراده است. اوگ میگه ترس امروز تو اون هیولایی نیستش که من با چوب میزدمش. ترس تو یه جور هیولای نامریه که مغزت اونو از نشستن شروع نکردن و فردا درست کرده. راز به وجود اومدن انگیزه فقط تو 2 چیزه. بیا تا بهت بگم. اولیش درد به اندازه کافی بزرگه. اگه وضعیت فعلیت اونقدر برات غیر قابل تحمله که دیگه نمیتونی باهاش کنار بیای، مثل درد بیپولی، درد حسرت، درد نادیده گرفته شدن، درد تحقیر و خیلی دردای دیگه، این دردا میتونه سوخت تو باشه. از خودت بپرس قراره تا کجا این وضعیت رو تحمل کنم. دومی راه به وجود اومدن انگیزه عمل به اندازه کافی کوچیکه. یه نصیحت، شما صبر نکنید که اون درد اول وارد زندگیتون شه که بعدش بخواید تصمیم بگیرید دنبال انگیزه بگردید. راز دوم در اصل حرکت تو قدم‌های کوچیکه. منتظر اون جرقه نباش، خودتو بنداز تو اون روتینه. اون انگیزه معمولا بعد چند دقیقه کار کردن خودش میاد بغلت میکنه. اصلا مثلا نمیخوای درس بخونی؟ بگو فقط میخوام کتابو باز کنم یه صفحه نگاه کنم، مطمئنم بعدش راحت تر ادامه بدی. یا مثلا نمیخوای ورزش کنی؟ بگو میرم فقط کفشای خوشگل ورزشیمو پام میکنم و تا دم در میرم. گریه کردن و بس کن، بهانه تراشی، این که بگی حالشو ندارم، اینا رو ولش کن. تو داری دقیقا وقت با ارزشتو میسوزونی. امروزت که خیلی خوشگل رفت، تاش فردات هم مثل همین امروز خوشگلتر رد میشه و میره. لابلای حرفامو میخوام یه دانش قیمتی غارنشینی از قول جناب اوی براتون میگم. ایشون میگن غارنشینا اصلا انگیزه نداشتن، اونا فقط واکنش زنجیره‌ای بقا داشتن طبق این مداری که براتون میذارن. مثلا خرسه حمله میکرده، بعد انسان نخستین پشماش میریخته، بعد نیزه‌شو برمیداشت که بره شکار اون خرسه. خب بعد به خودش میگفت حالا یا من میمیرم یا این دیگه. بعد تمام تلاششو میکرد که خرسه رو بکشه تا یه غذایی همین وسط گیرش بیاد و سیر و زنده بمونه دیگه. این چرخه هم همینجوری مدام تکرار میشده. حالا میدونی مشکل تو چیه؟ مغزت اون خطره رو فراموش کرده. نه خطری از جنس خرس و ماموت و اینا، بلکه خطر خاموشه فردایی که توش زنده هستی ولی هرگز زندگی نکردی. اصلا من برات یه چالش ساده دارم. پاشو همین الان کاری که یه هفته است به تعویق انداختی رو، مهم نیست چقدر بزرگ، تقسیمش کن به قدم‌های کوچیک.
فقط همین الان انجامش بده، نه بعدن، نه فردا، همین الان. به قول جناب اوگ انگیزه بعد حرکت میاد، دقیقا مثل بوی خوشی که بعد از روشن کردن آتیش به مشاممون میرسه. پس واسه این که ما این بو رو استشمام کنیم اول باید آتیش خودمون رو بسازیم. لطفاً تو کامنت ها برام بنویسین که آتیش غارتون رو روشن کردین بالاخره یا نه. این اولین ویدیو منه و بعد از 1600 سال آپلود شد. خواهش میکنم برام کامنت بذارید، سابسکرایب کنید، زنگولتون رو روشن کنید، وگرنه به جناب اوگ عزیزم میگم که با نیزش بیاد سراغتون. شوخی هم ندارم. خدافظ.